با سلام. 38مین فصل دوشنبه ماجرای بخارا رو در دوشنبه 1 بهمن ماه 1403 با همکاری نشر اطراف در محل مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه آغاز می‌کنیم. این نشست به مناسبت انتشار کتاب خلاف زمان با تیتر برگی درباره نوستالژی، آرمان شهر و دیگر وارونگی‌های تاریخی نوشته دیگو گارچو که خانم الهام شوشتری‌زاده به فارسی ترجمه کرد. از خانم قبلا ترجمه‌های دیگری دیدیم و نیاز به معرفی نیست. همچنین پیام‌آور عرض می‌کنم خدمت خانم شوشتری‌زاده و آقای زانیار ابراهیمی و آقای نوید پورمحمدرضا که به جمع ما خواهند پیوست. جلسه رو با صحبت‌های خانم الهام شوشتری‌زاده آغاز می‌کنیم. سپس در خدمت آقای زانیار ابراهیمی هستیم و بعد همینطور پیش می‌ریم. خواهش می‌کنم. سلام. اول خیلی خوشحالم که توی این جمع قرار درباره کتاب صحبت کنیم، چون که معمولا آدم تو تنهایی خودش که کتاب رو ترجمه میکنه یه فضای منفکی داره، بعدش هم کار که تمام میشه به افسردگی میرسه که حالا اصلا که قراره اینو بخونه که قراره براش مهم باشه، ولی بعدش توی این جمع قرار میگیره و میبینه آدم کتاب خوندن دربارش حرف میزنن و دوست دارن دربارش حرف بزنن، برای خود آدم امید بخشه. بخاطر همین خیلی از همتون تشکر میکنم که وقت گذاشتید و اومدید. من خیلی نمیخوام اینجا پر حرفی بکنم، اول به این دلیل که فکر میکنم نویسنده، مترجم یا ناشر اینا حرفشون رو توی اون محصولی که ارائه میدن میزنن و اونجا در واقع حرف اصلی زده میشه و فکر میکنم اینجور ایونت ها، اینجور مراسم بیشتر جای مناسبیه برای اینکه آدم های دیگه بیان درباره کتاب صحبت بکنن و خب محصولی که ارائه شده از یه زاویه‌ای ببینن که شاید خود ناشر، خود مؤلف یا مترجم ندیده باشه. قضیه دوم هم اینه که دو نفری که قراره انشالله توی این جلسه صحبت بکنن اینقدر خودشون آدم های خوشفکر و خوش‌صحبتی هستن که من ترجیح میدم که وقت بیشتر به این دوتا عزیز در واقع تعلق داشته باشه. اینجا فقط میخوام بهتون یه قصه کوتاهی بگم در مورد اینکه چی شد که من سراغ این کتاب رفتم، اهمیت این کتاب برای ما چیه و از اون مهمتر اهمیت چیزی به اسم ناداستان خلاقانه‌ای که حالا از یه زبانی مثل اسپانیایی ترجمه شده برای ما که ایران زندگی میکنیم چیه. قصه این کتاب از وقتی شروع شد که خب من کتاب قبلی رو که اونم از اسپانیایی ترجمه کرده بودم تموم کرده بودم، دنبال کتاب میگشتم برای انتخاب بعدی و مدت‌ها هم این جستجو ادامه داشت. از یه جایی به بعد من تصمیم گرفتم سراغ مضمون‌هایی برم که برام مهم‌ترن به جایی که سراغ آدم‌ها یا ناشرها یا همچین چیزهایی برم. و اولین مضمونی که به ذهن من اومد خاطره، حافظه، گذشته و برخورد ما با اینا بود. اینکه چی میشه که ما گذشته رو توی قاب خاص میبینیم، چه عواملی دست به دست هم میدن تا یه تصویری از گذشته برای ما ساخته بشه که ما بر اساس اون حال آینده‌مون رو تعریف بکنیم. اینا همچین سوالایی بوده که توی ذهن من هستن، مخصوصا توی این سال‌های اخیر. اگه آدم یک کمی توی معمولا شما گوشی رو دستتون بگیرید 5 دقیقه توی توییتر بچرخید، قطعا به این پستی برمی‌خورید که یا مرثیه گذشته است یا در ستایش گذشته است. بالاخره یه چیز، یعنی سایه گذشته سنگینه که انگار حال آینده نمیتونه نفس بکشه. این همیشه پس ذهن من بود و بنابراین یکی از اولین مضمونایی که رفتم سراغش خاطره، حافظه و حالا نوستالژی که یه جوری بهش مربوط میشه. توی نویسنده‌های انگلیسی زبان راستی چیز دندونگیری پیدا نمی‌کردم، شاید به خاطر اینکه این تجربه تاریخی که حالا اون برداشت با این تجربه تاریخی که من که اینجا زندگی می‌کنم دارم خیلی متفاوت بود و وقتی می‌خوندم گفتم که خب این حرف منی که اینجا و امروزم نیست. ولی توی اسپانیایی زبان چند تا نمونه خوب پیدا کردم.
که یکیشون که خب اون مرض فرم دوستی من رو هم جواب میداد، این کتاب آقای گاروچو بود، چون نثر خیلی گیرایی هم داشت. موضوع اینه که ما یه همچین آثاری رو شاید توی فارسی کمتر دیده باشیم، منتها جستار نویسی و استفاده از ژانرهای ناداستان خلاقانه برای فلسفه نویس‌ها اصلا چیز جدیدی نیست. سال‌هاست قرن‌ها قبل توکویل این کار کرده، آرنت این کارو کرده، برلین این کارو کرده و کلا این استفاده از فرم ناداستان خلاقانه برای نوشتن از فلسفه اصلا چیز جدیدی نیست یا از مسائل اجتماعی. اتفاقی که افتاده اینه که من فارسی زبان عمدتاً آثاری رو که تو این زمینه ترجمه شدن از کانال‌های آلمانی و انگلیسی و فرانسوی گرفتم و جای زبان‌هایی مثلا اسپانیایی، روسی اینها خالی بوده این وسط. عمدتاً ما ادبیات این کشورها رو از طریق داستان و شعرشون بیشتر میشناسیم تا ناداستانشون، در حالی که ناداستانشون هم سابقه خیلی طولانی داره، هم زیر ژانرهای خیلی نوآورانه ابداع شده توش و همین که به خاطر تجربه‌های تاریخی و اجتماعی مشابهی که با بعضی از این کشورها داشتیم دغدغه‌هامون هم شبیه شده و خب ناداستان به خاطر اینکه در خیلی موارد روایت تجربه زیسته آدم هاست، اینجور شباهت‌های تاریخی و اجتماعی باعث میشه که اون محصول نهایی هم به ما نزدیک بشه. توی ادبیات اسپانیایی زبان حالا علاوه بر داستان و شعر ما یه نمونه‌های از مموار و کرونیکا و اینجور چیزها هم در واقع ترجمه شده و آدم‌ها خوندن، منتها جستارهای فلسفی خیلی خیلی کم ترجمه شدن و این در حالی که حالا سنت جستار نویسی فلسفی و اجتماعی توی اسپانیا از قرن 16 هم وجود داشته. توی قرن 20 ما چهره‌های مثل اونامونو، اورتگا y گاست و پیو باروخا رو داشتیم. بعدش کسایی مثل اسکوداتادو اومدن و جستارهای خیلی خوبی نوشتن. توی آمریکای لاتین ما از قرن 19 هم سنت جدی جستار نویسی فلسفی داریم و مخصوصا نمونه آمریکای لاتین خیلی جذابه به خاطر اینکه اینها تا یک زمانی زیر سایه استعمار و اون سنت تفکر غربی بودن و بعد شروع میکنن از یک زمانی به بعد تلاش برای تعریف هویت فرهنگی و فلسفی خود و همین تلاش برای تعریف هویت منجر شده به شکلگیری قالب‌های نو و طرح مضامینی که قبلا شاید خیلی جزو مضامین فلسفی شمرده نمی‌شدن، ولی الان به خاطر اینکه اون هویت فرهنگی میخواد در واقع خود متمایزش رو نشون بده وارد بحث جدی فلسفه نویس‌ها شدم. توی سالهای اخیر این اتفاقی که افتاده بین در واقع تراکنشی که اتفاق افتاده، بدبستانی که اتفاق افتاده بین ناداستان خلاقانه و فلسفه نویسی توی کشورهای اسپانیایی زبان باعث شده ما یک نسل جدیدی از فلسفه نویس‌ها رو داشته باشیم که خیلی خوب از اون تناظر و تناسبی که ژانرهای ناداستان خلاقانه دارن با مضامین فلسفی استفاده میکنن و مفاهیم خیلی عمیق رو در واقع توی ژانرهای در واقع به خواننده دارن منتقل میکنن که شاید قبلا یک کمی ما عادت نداشتیم بهشون. استفاده از ساختارهای غیر خطی که این توی خلاف زمان خیلی برجسته است. سیر تفکر در واقع مسیر مارپیچی و پیچه‌ای داره. سلام بفرمایید. تلاش برای استفاده از شیوه‌های ادراکی بدنمند، یعنی درگیر کردن حواس پنجگانه خواننده برای اینکه یک مفهومی بهش منتقل بشه، استفاده از رویکردهای نامتمرکزی مثل جستار کلاژگونه و روایت‌های در هم تنیده یا خاطر پردازی 40 تکه و قالب‌های ترکیبی، ترکیب تصویر، عکس، سینما برای انتقال مفاهیم عمیق فلسفی و اجتماعی، همه اینا از ویژگی‌هایی هستن که توی نسل جدید ناداستان نویسان فلسفی و اجتماعی اسپانیایی زبان خیلی پررنگن و خب ما خیلی کمتر باهاشون سر و کار داشتیم و نمونه هاشون رو دیدیم. اینا رو گفتم برای اینکه بگم اگه یه کسی مثل دیگو گاروچو میاد یه همچین کتابی مینویسه، این کتاب توی خلأ شکل نگرفته
توی بستر و بافت فرهنگی شکل گرفته و نتیجه یک جریان فکری و فرهنگی که از سالها پیش وجود داشته توی کشورهای اسپانیایی زبان و در نهایت محصولش میشه یه همچین کتاب یا کتاب‌های دیگه‌ای که خیلی کم هم نیستن. اون جریان ارزشمند شناختنش برای مایی که تجربه‌های مشابهی داریم و دنبال ابزارهای بروز، جذاب و متفاوت می‌گردیم برای انتقال و ثبت اون تجربه‌ها، شناخت اون جریان اتفاق مهمیه و فکر می‌کنم کتاب خلاف زمان جدای از اون حرف اصلیش و مضمون نوستالژی و همه اینها هست، جدای از اون یه کار مهمی که اگر موفق بشه بکنه برای من خیلی ارزشمنده اینه که اون جریان رو به ما بشناسونه و به همون نشون بده که فرم ناداستان، فرم جستار چه امکاناتی در اختیار کسانی که میخوان درباره دغدغه‌های فلسفی، اجتماعی، سیاسی بنویسن میذاره و چطور میشه از این ابزارها و رسانه‌ها جوری استفاده کرد که در واقع حرف‌های آدم‌های امروز و اینجا رو زد، نه لزوماً آدم‌هایی که حالا ممکن خیلی هم ربطی به اینجا و امروز ما نداشته باشن. فکر می‌کنم ارزنده است اگر اینجور آثاری رو بتونیم بدون واسطه از در واقع اصل منبع بیاریم و بشناسیم، چون وقتی که از واسطه و غربال زبان انگلیسی معمولاً میگذره یه معیارهایی میان توی کار که لزوماً معیار ما نیستن، یه گفتمان‌هایی میان توی کار که لزوماً گفتمان ما نیستن و دغدغه‌هایی مطرح میشن که لزوماً دغدغه‌های ما نیستن و این بی‌واسطه بودن و به روز بودن، متصل بودن به اون جریان فکر می‌کنم میتونه ارزشمند باشه. اگر این کتاب بتونه یه مقدار این کار رو بکنه، یه دریچه‌ای باز بکنه که به اون جریان وصل بشیم، بشناسیمش، از تجربه هاش استفاده بکنیم برای اینکه اون فرم‌ها و ژانرهای مناسب تجربه خودمون رو در واقع پیدا بکنیم، فکر می‌کنم تا یه حد زیاد اون آرزویی که من داشتم برآورده شده و کارشو کرده. ممنونم. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. الان خوبه سلام. در مورد این کتاب نکات زیادی دارم که بگم، ولی خب نکته اول اینه که من چرا در این جلسه هستم، چون من کارم یه ذره خیلی با الهیات و اندیشه سیاسی اینا متعلق به اون ژانر، اون فیلده و کسانی که ترجمه‌های منو دنبال کردن، من کلا دارم در مورد اینکه دوران مدرن چگونه ظهور کرد و این دوران وقتی ظهور کرد چه ربط نسبتی با الهیات یهودی داره، با الهیات مسیحی داره و کلا سال‌هاست در این حوزه دارم کار میکنم و اینکه چرا اینجا به نظرم جواب مرتبط و خوبی داره و اون جواب اینه که ما هم مدام وقتی به غرب میاندیشیم، وقتی به جامعه ایران الان مخصوصا میاندیشیم، یه سوال خیلی اساسیمون اینه که با اون سابقه‌ای که داریم باید چیکار کنیم. یعنی خلاف زمان رفتن، معنای خلاف زمان چیه؟ یک جواب خیلی متقن یا شاید خیلی سفت و سختی که در غرب به این سوال میدن اینه که مدرنیته رو اگر مسیحیت رو نمیفهمید، به اصطلاح اگر که عهدین رو نمیفهمید، مدرنیته رو هم نخواهید فهمید. یعنی مدرنیته یه ربط و پیوند نازدودنی به اون میراث یهودی مسیحیش داره. یعنی اونا هر قدرم که بخوان که از اون سابقهشون دوری بکنن، بازم اون سابقه یه جایی ظهور میکنه. یعنی خلاف زمان نمیشه اینجا جلو رفت. اون سابقه یا اون سنت، کلمه اصلیش در واقع سنته. من در این سالها همش در مورد این مسئله اندیشیدم و کار کردم و ترجمه کردم که رابطه سنت با دوران مدرن چیه؟ آیا این رابطه کاملا از هم جدا میشه یا نه؟ سنت همیشه یه
تهمانده هایی داره، سنتی ظهوری داره. در مورد جامعه ما هم همینه، یعنی مخصوصا مایی که در این دوره تاریخی هستیم و احساس میکنیم که با سنتمون ارتباطمون رو از دست دادیم، خلاف زمان رفتن در مورد جامعه ایران هم ناممکنه کاملا. این چیزی که من بارها در جاهای مختلف گفتم اینه که اگر میخواید وضع موجود رو ارتقا پیدا بکنه، اگر حتی میخواید از وضع موجود عبور کنید، چارش کشف امکانات نهفته در سنته. یعنی شما نمیتونید سنت رو حذف بکنید. یه ویدئویی هم از آقای دهباشی هست توی فضای مجازی در صحبت با سالینه بود، ایشون کاملا باز به همین نکته اشاره میکنن. یعنی یه مشکلی که ما در اندیشه سیاسی داریم یا در اندیشه جامعه شناختیمون داریم اینه که فکر میکنیم حالا که از وضع موجود ناراضی هستیم و وضع موجود محصول یک عنصر پایدار سنته، میشه اون عنصر رو حذف کرد کاملا و وقتی که اون عنصر رو حذف کنیم همین مشکلات حل میشه. ویژگی خاطره، ویژگی سنت اینه که ثبات داره، همیشه هست با ما. یعنی اگر کسانی به اصطلاح با عنصر اسلامی سنت ما مشکل دارن و میخوان این عنصر رو حذف کنن، هرگز کامیاب نخواهند شد. اون کسانی هم که با عنصر شاهی مشکل دارن میخوان حذفش کنن، اونها هم هرگز کامیاب نخواهند شد. اونایی هم که با عنصر مدرن ما که معمولا از انقلاب مشروطه به این طرف ما داریمش، با عنصر مدرن ما هم مخالفن، اونم نمیشه حذف کرد. این تعریفی که از سنت من ارائه کردم خیلی تحت تاثیر جواد طباطباییه. سنت به این معنا یار خاطره یا بار شاطره، هرچه که هست این هست با ما، این میاد با ما و خاطره اصلا مهمترین ویژگیش همینه. و من در این سالها مدام به این اندیشیدم که اگر میخوایم وضع موجود ارتقا پیدا کنه، حتی اگر میخوایم عبور کنیم به هر شکلی، راه حلش کشف امکانات نهفته در سنته. و وقتی میخوایم امکانات نهفته در سنت رو کشف کنیم، راهش خوندن متنهای مؤسس، راهش خوندن شاهنامه است، راهش خوندن همون متنهایی که تو اون چند دقیقه بهش چیز شد. و این رابطه با سنت خلاف زمان رفتن نیست. یعنی ما اتفاقا وقتی که میخوایم در زمانمون بیشتر حاضر باشیم، مجبوریم رابطه ای رو با سنت چیز بکنیم، ایجاد بکنیم. حالا اون رابطه وقتی به وارونگی تاریخی ختم میشه که ما ازش یه نوستالژی خلق کنیم و موقعی به یک رابطه صحیح ختم میشه که امکانات تازه‌شو کشف کنیم. و این کشف امکانات تازه ممکنه سریع اون کاری رو به ذهن شما آورده باشه که مثلا آل احمد یا شریعتی کردن. منظور من اصلا این نیست. کاری که آل احمد و شریعتی کرد در واقع ایدئولوژیک کردن سنته. موقعی که من از رفتن به سنت و کشف امکاناتش حرف میزنم، رجوع مستمر و همواره است. یعنی رجوعی که مدام چیز میکنه، اصلاح میکنه، نقد میکنه، ولی متنها رو نمیتونه به اصطلاح حذف بکنه، چون این خاطره ها هستن. و این به اصطلاح علت حضور من در این جلسه است، چون من مدام با مسئله خاطره یا مسئله سنت یا آنچه که سابقه بر ما حضور داشته، متن‌هایی تولید کرده، خاطره‌های تاریخی تولید کرده، ما این خاطره‌ها به تعبیر انگلیسی ما رو هانت میکنن، یعنی شبحی هستند که هی میان دوباره. و ایجاد یک رابطه صحیح با اون خاطره‌های تاریخی کار فوق‌العاده سختیه. مثلا کار من تنها نیست، کار حتی یک نسل هم نیست. من فکر میکنم چندین نسل از دانشجویان جامعه شناسی و علوم سیاسی حداقل روی این باید کار بکنن که این امکانات کشف نشده چیه.
و متاسفانه چیزی که در دانشکده علوم سیاسی یاد اصلا به من ندادن این بود که سنت مهمه. یعنی دانشجوی اندیشه سیاسی که مثلا تاریخ بیهقی نخونده باشه، تاریخ جهان گشای جوینی نخونده باشه، این چجوری میتونه مثلا شهریار بخونه؟ یعنی متمرکز شدن بر سنت غربی و رها کردن سنت ما اینه که این هیچ گونه امکاناتی به ما نمیده. این مسئله خاطره و مسئله ایجاد ارتباط صحیح با خاطره های تاریخی علت حضور من در این جلسه است. ولی من فکر میکنم یه مشکلی که در کتاب هست اینه که کتاب اون عمق فلسفی لازم رو انگار به ما نمیده. موقعی که مثلا از نیچه حرف میزنه میتونه به استعاره های شتر، شیر و کودک اشاره کنه. خیلی استعاره های مهمیه. اینجا مثلا من شماره صفحه ها رو یادداشت کردم. الان مثلا در صفحه 146 در مورد نیچه حرف میزنه. موقعی که داره در مورد نیچه حرف میزنه از این استعاره ها اصلا هیچ نامی نیست. یا مثلا میگه نیمی اثر بزدلی. در استعاره های نیچه تا جایی که من میفهمم بحث بر سر ترس نیست، اتفاقا بحث بر سر شجاعت. تو اون استعاره شتر هست، شیر هست و کودک. شتر انگار بار خاطره رو حمل میکنه یا اون چیزی که سنته و روی ما سنگینی میکنه. شیر نه با ترس، با شجاعت اون خاطره رو زمین میذاره، انگار خاطره رو نابود میکنه. و کودک انگار جهان رو یک بار دوباره از نو میبینه، انگار کاملا جهان تازه است و کاملا مثل یک کسی که مثلا چند سالشه و تازه اومده همه چیز رو انگار از نو تجربه میکنه. این استعاره نیچه استعاره‌ای که مخالف اون حرفیه که من اول جلسه زدم، چون نیچه از فراموشی تحت عنوان به اصطلاح هنر الهی یاد میکنه. یعنی فراموشی در توان انسان‌ها انگار نیست و نیچه امیدواره که اون فراموشیه رقم خورده باشه. اصلا مسئله مرگ خدا همینه دیگه. یعنی خدا مرده، ما باید سنت یهودی مسیحی رو کلاً حذف کنیم و جوری رفتار کنیم که انگار غرب اصلا این سنت ها رو نداشته، انگار کلاً تاریخ رو میذاریم کنار. من فکر میکنم در دوران مدرن اولین فیلسوفی که خلاف زمان حرکت میکنه همینجاست، چون میخواد ما رو تبدیل به شیر کنه، شیری که داره میره و اون خاطره رو نابود میکنه. اما نکته‌ای که در کتاب مشروعیت عصر مدرن هم هست اینه که شما هر چقدر هم که شجاع باشید و شیر باشید و بخواید خاطره رو نابود کنید، بار خاطره دوباره همراه شما هست. چون اون بار خاطره هست. اصلا نیچه از مرگ خدا حرف میزنه. نیچه نمیتونه جوری رفتار کنه که اصلا خدایی در کار نبوده، به اصطلاح الهیات مسیحی یهودی در کار نبودن. هر چقدر هم که سعی بکنه اون خلأ هست و اون مهمترین مشکلی که نیچه در غرب باهاش داره سعی میکنه حلش بکنه، مشکل نیهیلیسم، مثلا نتیجه همون چیزه دیگه. نتیجه الهیات یهودیه و الهیات مسیحیه که ما رو به اصطلاح به یه امر مطلقی معتاد کردن. امر مطلق در صورتهاش، چه ما مثلا در ساینس دنبال چیز باشیم، به چیزی که خارج از ذهن ما هست و همیشه هست و همیشه به اصطلاح اون راستیه، یا چه به دنبال هر گونه ایدئولوژی و آرمان شهری اگر که باشیم. و اینجا نیچه به نظرم مهمترین فیلسوفیه که خلاف زمان حرکت میکنه و باز همچنان ناتوان از اینه که خلاف زمان حرکت کنه. اصلا نمیشه. به اصطلاح عنوان این کتاب اصلا یه سوال خیلی مهم فلسفیه. آیا خلاف زمان میشه حرکت کرد اصلا؟ من معتقدم که نه.
ولی یه جایی هست که ما اون رابطه ها رو صحیح ایجاد نمی کنیم. موقعی که رابطه صحیح ایجاد نمیشه، اون وارونگی تاریخی رقم میخوره و اون وارونگی که رقم میخوره ما فکر میکنیم که یک عصر طلایی هست، اون عصر طلایی همه چیز توش به اصطلاح اوکیه، هیچ مشکلی نیست و ما کارمون اینه که رجعت کنیم به اون عصر طلایی، با اینکه اصلا رجعتی در کار نیست. جمله جالبی که توی مشروعیت عصر مدرن هست اینه که میگه نوزایش ها ضد و نقیض گویی های تاریخی هم. موقعی هم که کلمه نوزایش رو استفاده میکنه در واقع ارجاعش به رنسانسه. میگه اونایی هم که در غرب میخواستن که مثلا روم و یونان رو احیا کنن چیز تازه‌ای رو خلق کردن، یعنی اونها هم خلاف زمان نمیتونستن حرکت کنن. نوزایش ها ضد و نقیض گویی های تاریخی هستن و این خلاف زمان حرکت کردن و به اصطلاح تشخیص ندادن اون سویه های مهمی که در اون ساحت های گذشته، حال و آینده هست، اون رابطه صحیح ما رو با وضع فعلیمون در دوره حاضر، اون رابطه ها رو به اصطلاح کج و معوج میکنی، یه جوری که انگار ما نمیتونیم رابطه ها رو ایجاد کنیم. و یه مشکلی که من با کتاب داشتم، شاید نقد اولیه من به کتاب اینه که اون عمق فلسفی کافی رو انگار که توش نیست و یه جاهایی هم هست که یه جور شتاب زدگی هایی انگار در متن کتاب هست و نویسنده انگار سریع رد میشه، یعنی یه به اصطلاح ارجاعاتی میده، بعد ارجاعات سریعو که میده از رو ارجاعات رد میشه، شماره صفحه نیست یا مثلا معلوم نیست که اون ارجاعات رو از کجا آورده. مثلا این چیزی که من از نیچه خوندم، اونجایی که میگه از سر ترس تا جایی که من تو کتاب نگاه کردم صفحه 146 به متنی از نیچه ارجاع اینجا نمیده و چون ارجاع نمیده من حدس میزنم که شاید اون عمق فلسفی کافی در متن نیست. اما یه موردی از این شتاب زدگی، اگر بیاید صفحه 70-71 اونجایی که داره از بلومنبرگ نقل قول میکنه و اونجا میگه که اصلا به اصطلاح حس ترس ما از زمان، میگه چرا که تنها ترسیه که ما از زمان داریم و اینکه زمان به اصطلاح عبور میکنه و اونجا اینو ربط میده به مفهوم اسطوره. مفهوم اسطوره در فلسفه بلومنبرگ خیلی خیلی عمیق‌تر از این یک جمله است. یعنی اونجا وقتی که بلومنبرگ در کتاب کار روی اسطوره از زمان حرف میزنه، ارجاعش به مفهوم واقعیت مطلق العنان. واقعیت مطلق العنان اون تعبیر آلمانیش کالت زاخلیشکایت یا کولد تینگنس، شیعیت سرد، یعنی انگار یک کلیتی غیر از ما هست و اون کاملا سرد اعتنا به ما نمی‌کنه این که ما زنده هستیم یا مردیم، ما چرا در اینجا. یه غیریتی هست و اون غیریت انقدر شدیده، انقدر ترس‌آوره، انقدر ما هیچی نیستیم که ما مجبوریم که یه چیزایی رو به اصطلاح حائل کنیم، یعنی یه چیزهای حائل میان ما و اون واقعیت مطلق العنان. هر چیزی که اینجا به اصطلاح حائل شده اسطوره است، حتی اگه ذیل عنوان لوگوس باشه، حتی اگر عقل باشه. کار روی اسطوره یعنی کار روی اون حائل هایی که میان ما و اون غیریت سرد به اصطلاح یه فاصله میندازن که اون ترس ما رو زائل کنن. حتی اون ترس هیچ وقت زائل نمیشه، ترس ما رو کاهش میدن. و اینجا هم که مفهوم اسطوره مطرح میشه، منظور همون غیریتیه که در نتیجه نیهیلیسم جهان مدرن حادث شده، چون یونانی ها اون غیریت رو حس نمی‌کردن یا حداقل به این شدتی که ما حس می‌کنیم حس نمی‌کردن. ولی در دوران مدرن
گویی همه ما میفهمیم که انگار این جهان چیزی غیر از ماست، حیات ما و مرگ ما و اینکه زندگی ما معنادار هست یا نه، اینکه ما اصلا اینجا داریم چیکار میکنیم. انگار که جهان اصلا هیچ اعتنایی به ما نمیکنه. اینجا صرفا بحث خدای ایوب نیست. خدای ایوب میشه گفت که یه خدای ظالمیه که به ایوب ظلم میکنه، ایوبی که مثلا خیلی مطیع، خیلی فرمانهای خدا رو اجرا میکنه. خدایی که در این شیعیت سرد هست از خدای ایوب به مراتب ترسناکتره، چون خدای ایوب یک به اصطلاح التفاتی به ایوب داره حتی اگر که ایوب رو عذاب کنه، ولی شیعیت سرد همونم دیگه نداره، اصلا هیچ التفاتی به ما نداره. ما می‌خوایم دوباره ما برمیگردیم بقیه. بله چشم، هر که شما سلام آقای نوید تو محمدزاد ادامه بدم من تو بودم. بله عرض سلام و ارادت خدمت همه دوستان. من خیلی خوشحالم که کنارتون هستم. یه عذرخواهی پیشاپیش میکنم. این قرص ریلیف منه. بعضی روزا آدم خیلی بدشانسی میاره. این میگرن من از صبح اوت کرده. یه دونه‌شو فقط خورده بودم. 4 تای دیگه‌ش هم خوردم. یه دونم الان قبل از جلسه، ولی همینجوری داره بوم بوم میکنه. به خاطر همین فکر میکنم یه ذره خیلی شارپ نیستم، ببخشید، ولی سعی میکنم بحثو ببرم جلو، ببینیم که به کجا میرسه. رومم نمیشد الهام عزیز به شما بگم که اوضاع اینجوریه، من چیکار میتونم بکنم. من راستش یه ذره چیز کردم، مثلا سعی کردم با این کتابه یه ذره فکر کنم، با مضامین و در واقع ایده هایی که تو این کتاب هست و همونجوری که آقای ابراهیمی توضیح دادن که نسبت خودشون با کتاب چیه و فکر میکنن که چرا اینجا. روزی که الهام شوشتری زاده عزیز با هم صحبت کرد در خصوص این جلسه، بیش از هر موردی به در واقع فصل شهر و نوستالژی این کتاب نظر داشت و فکر میکرد که من شاید مثلا بتونم یه ذره کمک بکنم یا درباره این فصل یه ذره بیشتر صحبت کرد. منم فراخوان شما رو گرفتم، این دعوت شما رو گرفتم و سعی کردم که یه ذره در حقیقت با کتاب فکر کنم، یعنی به کمک ترمینولوژی کتاب، مفاهیم و مضامینی که وسط گذاشته، منم شروع کنم به فکر کردن درباره اوضاع احوال خودمون. بنابراین اینجا شاید مستقیما نرم سر وقتی کتاب، ولی یه ذره به کمک کتاب دارم فکر میکنم. اعترافم میکنم که در همین مدت زمان کوتاه باشه و کوتاه بوده همه اینا و جاری هنوز تو ذهن خودم کامل نقش نبسته، قطعی نشده، ولی سعی میکنم این ایده رو باتون در میون بذارم. یه روزی چند سال پیش قرار بودش که یه مجله آنگاه یه ویژه‌نامه‌ای برای لاله‌زار در بیاره. حالا میگم لاله‌زار چون منظور فقط خیابون لاله‌زار نبود، خیابون لاله‌زار، فرهنگ لاله‌زاری، هر چیزی لاله‌زار به معنای در واقع عام کلمه. بعد من قرار شد که برای اون شماره یه گفتگویی بکنم با آقای دکتر محسن گودرزی که یادی هم ازش بکنم اینجا. خب به دو اعتبار، هم به اعتبار اینکه جامعه شناس بود، جامعه شناسی که من همیشه تحسینش کردم، هر موقع ازش شنیدم برام نکات راهگشایی رو طرح کرده، و هم از یک بابت دیگه که یه تجربه زنده‌ای داشته از لاله‌زار، اونجا رفت آمد می‌کرده، مدرسه اونجا میرفته و برام جالب بود بتونم به خاطرات کودکی و نوجوانیش دست پیدا بکنم. بعد ایشون که همجوری داشت صحبت می‌کرد، سالا رو میومد جلو، مثلا لاله‌زار دهه 30، دهه 40، دهه 50، بعد ما داشتیم به سال 1357 نزدیک می‌شدیم، بعد لاله‌زار کمرنگ می‌شد. حالا من رفتم یه گفتگویی راجع به لاله‌زار بگیرم و بعد هی لاله‌زارش داره کمرنگ میشه، انقلاب داره پررنگ میشه، انقلاب 57. بعد از اون ور به لحاظ شهری، یعنی اگر تو لندسکیپ یا چشم انداز شهر نگاه بکنیم، پای یه سری در واقع مکان‌ها و خیابون‌های دیگه داره وسط کشیده میشه. بعد من یه جوری که حالا
زشتم نباشه، جسارت نکرده باشم. چند دقیقه بار به دکتر گودرزی گفتم که بعد لاله‌زار چی شد؟ بعد مثلا اون داشت طالقانی رو میگفت، دانشگاه تهران رو میگفت، نمیدونم خیابون انقلاب رو میگفت، بعد من وسطش پارازیت. بعد لاله‌زار چی شد؟ بعد یه لحظه زد به من آقا ول کن لاله‌زار چی شد، لاله‌زار چی شد؟ چه انقلاب کردیم توی این مملکت، ما داریم به سمت آینده میریم، تو یه چیز عتیقه رو از گذشته گرفته میگی لاله‌زار چی شد؟ لاله‌زار چی گذاشتیمش پشت سر؟ ما در واقع رفتیم جلو، در واقع اون متعلق به گذشته بود، در حالی که ما داشتیم تو اون لحظه رو به سمت آینده میرفتیم. و اگر خود شعاع یا وسعت حرکتی ما در شهر رو هم رصد می‌کردی، مطلقاً در واقع با اون خیابون یا اون محدوده کاری نداشتیم دیگه. محدوده تردد ما، دیدارهای ما، دانشگاه تهران، خیابون‌های در واقع اطراف اون و مناطق دیگه بود. بنابراین نمیتونم هیبت بگم لاله‌زار چی شد، اصلا هم نمیدونم چی شد، چون دیگه ندیدمش که بگم چی شد. یعنی دیگه ولش کردیم تا مثلا چند دهه بعد که تو الان اومدی جلوی من داری راجع به خیابون لاله‌زار یا فرهنگ لاله‌زاری یک گفتگویی میکنیم. در حقیقت نکته‌ای که وجود داشت این بود که من به واسطه کارهایی که ما داشتیم برای اون شماره میکردیم متوجه این شدم که یه جور انگار لاله‌زار یا من لاله‌زار رو در واقع یه جور، اگه اجازه بدید این رو یه جور نماینده‌ای از تهران آن روزگاران در نظر بگیریم یا شهر آن روزگاران. میدونید شهری متعلق به گذشته میگیم بافت قدیمی، میگیم بافت تاریخی، حالا هر اسمی در واقع براش بذاریم. این یه جور در حقیقت در بین شور انقلابی مردمان جایی نداشت، طبیعی هم بود، یعنی بهش فکر نمی‌کردن. اما قضیه فقط به شور یا مسیر حرکت مردمان بر نمیگشت، در رژیم مستقر هم جایی نداشتش که بدتر نه فقط در واقع جایی نداشت که از قضا مایه ننگ بود. یعنی فقط مسئله سر این نبود که ما به سمت آینده داریم حرکت میکنیم و اون چیزی متعلق به گذشته است، بلکه مسئله کلیدتر این بود که تجسم بلاهت گذشته است، تجسم ننگ گذشته است، تجسم چیزیه که باید ازش در واقع عبور بکنیم، تجسم چیزیه که میتونیم مثلا در قالب لغت طاغوت ازش یاد بکنیم. به همین دلیل ابتذال پهلوی باید در واقع از این عبور کرد، حتی باید ازش انتقام گرفتش. میدونید یه ایده رو تو این کتاب طرح میکنه نویسنده گاروچو تو بخش اول به نام نفرین خاطره. لاله‌زار باید تنبیه میشد مثل خیلی جاهای دیگه، خیلی از مکانها و فضاهای دیگه در این شهر، دقیقاً در واقع ذیل نفرین خاطره. تو نه فقط در واقع باید پاک میشدی، بلکه از تو رد و نشانی هم نمیبایست باقی بمونه، از تو مکانهات، فضاهات و خیلی چیزایی که دیگه‌ای که وجود داره. توی کتاب وقتی از ایده نفرین خاطره صحبت میکنه و این رو تا دوره یونانیان عقب میبرتش، از یه ایده‌ای صحبت میکنه نویسنده و اونم اینه که در نفرین خاطره ما با نام و یادی طرف هستیم که در واقع میبایست محو بشه، میبایست مصلح بشه و این مصلح سازی، این محو شدن، این معدوم کردن از قضا یک نمود کاملا مادی هم داره. کتاب به عنوان مثال به تندیس‌های بی‌سر اشاره میکنه یا به مجسمه‌های آسیب دیده یا به کتیبه‌های دستکاری شده اشاره میکنه. این نفرین خاطری یعنی در عمل هم باید در واقع این پاک بشه و به نظر میرسید که نفرین خاطره رو به یه معنا میتونستی در گوشه گوشه این شهر هم پیدا بکنی، این شهر و خیلی از شهرهای دیگه ما. آقای دهباشی به نظر میرسید که در واقع شهر در لحظه 57 پیش از هر زمان دیگه‌ای رو به سمت آینده داشت. شاید اگر می‌خواستیم با یه تعبیری توصیفش کنیم باید از فوتوریسم استفاده می‌کردیم. می‌دونید یه جور منتها خب همونجوری که کتاب توضیح میده وقتی داره قرن 19 رو شرح میده که قرن آرمان شهراست دیگه، قرن 19 میگه در واقع فکر می‌کنی آرمان شهر یوتوپیا بیشترین فاصله ممکنه از ایده نوستالژی داره. میدونید یه چیزی قراره به سمت آینده بره، در آینده پراجکت بشه به نام یوتوپیا و نوستالژی چیزی متعلق به گذشته، ولی میگه به شکل پارادوکسیکالی وقتی به آرمان شهرهای قرن 19 برمیگردی اغلب این آرمان شهرها یه مود نوستالژیک دارن، انگار در واقع قراره که یک تصویر دلربا یا ایدئال از گذشته رو پراجکت کنن در آینده. شهر در لحظه 57 بین ما هم یه همچین حالتی رو داشتش. در حقیقت میتونیم از یه چیزی صحبت بکنیم، مثلا به خودم جرئت میدم از یه همچین تعبیری استفاده کنم، شاید در واقع بشه گفت مثلا میگم یه جور
فوتوریسم توحیدی، چون رژیم مستقر، سرمایه، قدرت و چیزی که کنار هم جمع شده بود درسته که داشت به آینده نگاه میکرد، ولی در نهایت تصویر مطلوب خودش در آینده رو در حقیقت از چی داشت تغذیه میکرد خودشو، یا تغذیه میشد از چیزی متعلق به گذشته. میدونی مثلا یک بهشت زیبای از دست رفته، یک بهشت ادیانی، یک بهشت ادبی، یک بهشت اسطوره‌ای، یک خوب ازلی، و بلافاصله این جنبه نهادی هم پیدا کرد. مثلا وارد مدرسه هم شد، وارد کتاب‌های درسی شده بودش. مثلا من کتاب‌های درسی رو که به یاد میارم در دهه 60 یا در دهه 70، الان هم حتما همینه، منتها خب من اون موقع دیده بودم دیگه. مثلا وقتی اگه بهم بگید بیشترین شهرهایی که نامشون تکرار میشد یا پربسامدترین شهرها یا لغات یا مضامین چیه، مثلا چی تو ذهنم میومد؟ صدر اسلام، مکه، مدینه، هجرت، ساختن مسجد ساختنش خیلی مهم بود. و به نظر میرسید همه اینا میتونست اون المانهای توحیدی باشه که کمک بکنه فوتوریسم تو پیدا بکنه، عمق پیدا بکنه، شهر آینده مشحون بشه از چیزی که در واقع میتونه بهش کمک بکنه و این ساخته بشه. در حقیقت میشه اینجوری گفتش که از یه تعبیری در ترجمه کتاب الهام شوشتریزاده عزیز استفاده کرده به نام پوست نوشته. برام من خیلی تعبیر رو تو فارسی هم دوست دارم، چون مثلا همیشه تا سالها هی از تعبیر پالیمسست من استفاده می‌کردم. البته من بعداً از ایشون پرسیدم اون لغت اسپانیایی پالیمسست نیست ولی چیزی شبیه به پالیمسسته. بعد همیشه گفتیم پالیمسست. بعد داشتم فکر می‌کردم چقدر خوبه که اصلا پالیمسست رو آدم به یه چیزی مثل پوست نوشته ترجمه کنه. نکته که در واقع وجود داره اینه که در این در واقع به نظر میرسه شهر در لحظه 57 در نقطه صفر خودش در روزها و ماهایی که قرار بود پیش بینی بکنه و به سمت شرکت بکنه، آرزوش بکنه و به سمت شرکت بکنه، در واقع چندان دلتنگ پالیمسست خودش نبود. یعنی خطوط و رد پاهای بجامانده بر پوست نوشته خودش حسرتش رو خیلی نمیخورد. همونجوری که دکتر گودرزی جامعه شناس به شوخی به من برمیگشت بابا بلم کن، اون اصلا نمیدونم چی شد، چون اصلا ندیدمش، نمیدونم دفعه بعد کی دیدم اونجا رو، چون حرکت ما در واقع به سمت دیگه ای بودش. اما یه نکته‌ای وجود داره، دلم میخواد این رو هم اضافه بکنم که قضیه در واقع فقط به شهر انقلابی بر نمیگشت که قرار بود یک فوتوریسم توحیدی و تصور بکنه و در صورت امکان در واقع محققش بکنه. قضیه از یه سمت دیگه به خود شهر یا مشخص‌تر کلان شهرهای ما به در دهه 40 و 50 هم برمیگشت. یعنی میخوام اتفاقا برگردم به قبل از سالهای 1357 وقتی که در واقع شما مسیر شهر یا مشخص‌تر تهران رو به عنوان پایتخت در دهه 40 و 50 مرور میکنید، دهه 30 40 50 تحولاتش، اتفاقاتی که توش افتاده و غیره، میبینید که در واقع این چندان دل مشغول گذشته نبوده، در واقع خیلی دل مشغول همون پوست نوشته خودش نبوده. این یه چیزی نیستش که ما امروز بهش نسبت دادیم. مثلا رسمی ترین سندی که برای همین شهری که الان توش هستیم تهیه میشه در دهه 40 به اسم طرح جامع تهران که یه طرح خیلی کلانه و شما میتونید ببینید که به شهر چجوری داره نگاه میکنه و به آیندهش. رد پای در واقع پالیمسست، پوست نوشته یا رد پاهای گذشته بسیار بسیار روش کمرنگه. یعنی میتونم بگم که هر صفتی میتونی به طرح جامع سال 1347 نسبت بدی جز این که بگی نوستالژیکه. اصلا نوستالژی چی رو داشته باشه؟ میخواد یه چیزی رو بسازه. اصلا مسئلهش اینه که این شهر باید درست بشه، باید یه شکل و حالت دیگه‌ای پیدا بکنه، باید شرقی غربی بشه. جهت طبیعی توسعه این که شمالی به جنوبی بوده اجازه نمیده این تبدیل به یک کلان شهر بشه. باید در واقع حالا بزرگراهی که امروز داریم دیگه، بزرگراه حکیم کشیده بشه، بزرگراه همت کشیده بشه. این خطا رو شما برای اولین بار در واقع تو اون طرح میتونید نگاه بکنید. باید یه مترو شرقی غربی کشیده بشه و مواردی از این دست. یعنی داره به آینده فکر میکنه. به همین دلیلی که میگم تنها صفتی که شاید نتونی توش پیدا بکنی اینه که بگی این آیا یه کیفیت نوستالژیک داشت یا نه نداشت، چون اصولا در واقع نگاهش به چیز دیگه ای بود. به همین دلیله که باز اگر در واقع بخوام از ترمینولوژی کتاب استفاده بکنم، در دوگانه هوسمان و بودلر هوسمانی بودش. یعنی خیلی نمیتونستی بودلرش رو پیدا بکنی. بر مبنای اون اندیشه قرار بود یه چیزی رو بسازی، یک شهر مدرن با نهادهای مدرن. میدونی این شهر دیگه قرار سرشماری بشه، آمار داشته باشه، شهرسازی داشته باشه، نهاد مستقر و
مشخصی داشته باشه که امور مهم رو در واقع به دستش بگیره، یعنی یک شهر دیوانی سازمانی جدید. عثمان بودلر جدا از هم می‌بینه. بله این کتاب جدا از هم می‌بینه، گرچه بودلر رو هم آقای دهباشی تجسم نوستالژی در نظر نمیگیره. میگه بودلر خیلی فیگور پیچیده‌ایه، در واقع یک جور آدم نوستالژی گریزه بودلر از اونجایی که در واقع حتی به کسی که واضح مدرنیته هست. بله این تعبیر رو نسبت میده. بله یه جزئیاتی داره که حالا اگر در واقع فرصت شد میشه بهش پرداخت. ولی نکته که وجود داره اینه که کتاب وقتی که در واقع به پاریس قرن 19 میرسه یا به طور کلی داره راجع به کلان شهرها در قرن 19 و در اتصال و انتقال به قرن 20 حرف میزنه، از یه چیزی صحبت میکنه، از اینکه چجوری در واقع شهر مدرن همزمان در واقع یک شهر نوستالژیک هم هست. فکر کنم مثلا یه همچین جمله‌ای داره، میگه پاریس در عین اینکه قرار بود مدرن ترین شهر قرن 19 باشه، در این حال نوستالژیک ترین شهر قرن 19 هم بود. یعنی از یه ایده‌ای صحبت میکنه، از اینکه چجوری ایده ساخت و ساز، ایده فوتوریسم، تجسم آینده شهر مدرن همزمان بذر نوستالژی رو هم در واقع در دل خودش میکاره، پخش میکنه، گسترشش میده اینو. و به نحو در واقع جالبی ما میتونیم این رو در تاریخ خودمون در نسبت با تهران و سایر کلان شهرامون هم جستجو بکنیم. نوستالژی در هیئت گونه‌ای مقاومت، در هیئت گونه‌ای پس زدن، در واقع نپذیرفتن یا ملجأ و پناهگاهی پیدا کردن. مثلا در واقع شما این نوستالژی رو میتونید در فیگوری مثل سهراب سپهری پیدا بکنید. چجوری به یه شهر آرمانی پناه میبره، احتمالاً در واقع از دست روزگار خودش. منتها در پروژه فکری سهراب سپهری همه چیز جنبه شخصی‌تر، ذهنی‌تر و خیالی‌تر داره. این پروژه رو شما میتونید مثلا در نوشته‌های جلال آل احمد هم پیدا بکنید، در کلیت کارنامش و مشخص‌تر در واقع در نوشته‌هایی که اصلا معطوف به شهره. نمیدونم مثلا مطالعه کردید یا نه، جلال آل احمد در دهه 40 متنی داره راجع به شهر یزد به نام شهر بادگیرها. تکنگاریاشو حتما دیدید در واقع راجع به شهرهای مختلف. شما میبینید که در نوشته‌های او نوستالژی داره در هیئت مقاومت خودش رو باز تولید میکنه. نسبت به در واقع سهراب سپهری طبعا عمومی‌تره، تجویزی‌تره و قراره که در واقع یا میتونه تبدیل به یه جور اندیشه عمل بشه. در نقاشی میتونید اینو تا حدی تو مکتب سقاخونه دنبال بکنید. بیش از هر کسی نقاشی‌های پرویز کلانتری تو ذهن من میادش که واقعا هم دوستشون دارم. چیه در واقع این نقاشی‌ها؟ منظورم در واقع اون دسته از آثار کاهگلی پرویز کلانتری که از دهه 50 در واقع میره سر وقتشون. شما وقتی آثار کاهگلی پرویز کلانتری رو می‌بینید متوجه میشید چقدر تحت تاثیر یه جور معماری بومی مناطق در واقع حاشیه کبیر ایرانه. و وقتی نقاشی‌های پرویز کلانتری رو نگاه می‌کنید متوجه میشید که چقدر در این حال اسیر فرمه، یا درست‌تر بگم فرم زندگی، یعنی شیوه‌ای از شهرنشینی، شیوه‌ای از تجمع، شیوه‌ای از با هم بودن که ما ایرانیان مثلا در گذشته تجربه می‌کردیم. برای همینه که ابسشن سقف داره. ما چجوری سقف می‌ساختیم، قوس چجوری ایجاد می‌کردیم، دالان چجوری ایجاد می‌کردیم، کوچه چجوری می‌ساختیم، خونه‌ها چه نسبتی در واقع با هم دیگه داشته. و نکته حیرت انگیز نقاشی‌های کلانتری چیه؟ انسان عموما توش غایبه. دوره قبل از عشایر رو دارم میگم، اون دوره کاهگلی‌ها. یعنی در واقع پیش خودت میگی اون چیزی که میتونه، میدونی، با اون چیزی که میتونه حقارت رو به این فرم تحمیل بکنه، میدونی، دغدغه بقا رو تحمیل بکنه، غم نان رو تحمیل کنه، هر چیزی که در واقع میتونه این فرم رو به یه معنا تحت شعاع قرار بده انگار حذف شده و شما در واقع دارید این فرم رو به یه معنا در تابناکی خودش میبینید. این فرم رو در پرفکت ترین شکل خودش، در مثالی ترین شکل خودش در واقع دارید این فرم رو میبینید، در اوج زیبایی، تابانی و در واقع بخشندگی خورشید، چون تو تمام اون نقاشی‌ها خورشید هستش، در تمام اونا به شکل بخشنده‌ای اونجا وجود داره. در واقع انگار برای او در دل دورانی که داره زندگی میکنه خاطره کبیر، خاطره شهرسازی در واقع اون مقطع زمانی و در اون اقلیم خاص زیباترین خاطره محسوب میشه.
دکتر محمد تقی راهنمایی جستاری درباره نقاشی‌های پرویز کلانتری داره و ایده جالبی رو مطرح میکنه. میگه اگر در واقع شما بر فراز کویر پرواز بکنید، اون رو در حقیقت مجموعی از تابلوهای رنگارنگ میبینید، آمیزه‌ای از رنگ‌های مختلف که به نظر میرسه که تنها قلم نقاشانه است که میتونه زیبایی و گونه‌گونی اون رو به تصویر بکشه. خود زندگی ناکافیه، خود زندگی ناسپاسه، ناتوان از این که درک کنه کجا در حقیقت داره زندگی میشه. شاید به همین دلیله که پرویز کلانتری وقتی قراره اینا رو تبدیل به ایماژ کنه، سعی میکنه زندگی رو توش تا حد ممکن تقلیل بده، این زندگی ناکافی و ناسپاس رو، و در واقع اجازه بده این فرم در هیئت یک شکل ناب در حقیقت بدرخشه. این نوستالژی در هیئت مقاومت رو تو در دهه 40 و 50 در ادبیات و سینمای ایران هم می‌بینی. مثلا میگم و ازش سری میگذرم، مثلا در سینمای ایران در دهه 40 و 50 خصوصا تو این آثار موسوم به موج نو یا فیلم‌های خیابانی یه لحظه‌ای وجود داره که تقریباً تیپیکه، یعنی تو همه فیلم‌ها شما میتونید رو پیدا بکنید. اسمش رو میتونیم بذاریم در واقع مومنت نوستالژی. به چه معنا؟ به این معنا که اینو مثلا تو فیلم کندو دارید، تو فیلم زیر پوست شب دارید، تو فیلم تنگنا دارید، تو فیلم قیصر دارید. حالا این لحظه نوستالژی چه لحظه‌ایه؟ این ضد قهرمان در واقع در دل این شهر در حال حرکت، این شهر بیرحمی که دائما داره ساخت و ساز میکنه، یه جایی کم میاره، می‌دونی؟ و این بیکسی و تنهایی خودش رو با چی پر میکنه؟ با نوستالژی در هیئت در واقع یک تصویر، یک ملجأ، یک پناهگاه. معمولا یه فلش بکی داریم که مثلا نشون میده فلان آدمی که الان داره لت و پار میشه در خیابون‌ها یا روی آسفالت در گذشته کشتیگیر بوده، یا مثلا علی خوشدست تنگنا قراره بره گرامافون رو بفروشه تا 2000 پول دستش بیاد و همین فروش گرامافون اونو پرتاب میکنه در واقع به حیات خونه مادری. گرامافون داره پخش میکنه، اینا دارن با هم میرقصن و عکس دست جمعی میگیرن. یعنی میخوام بهتون بگم که تمام اینا میبینید که این لحظه های نوستالژی کاملا پیداست. من برای اینکه بحث طولانی تری آماده کردم ولی میدونم تو این بخش بعد نقطه بذارم، یه 2-3 تا جمله میگم و بحث رو تو این بخش متوقف میکنم. در حقیقت میتونم اینجوری بگم، ما وقتی که در واقع به سال 57 میرسیم، از یه ور سرعت تحولات بسیار بسیار بالاست، از طرف دیگه هم بودلر چندانی در کار نیست. میدونید منظورم از این که بودلری در کار نیست یعنی چی؟ یا نمودی در واقع در قلمروی بازنمایی نداره، چون اگر تو بودلر داشته باشی میتونه در واقع به تو یادآوری بکنه که این سیلان، که این جریان زندگی شهری در دهه 40 و 50 خودش چه چیزهایی رو داشته، میتونه ایجابی‌تر نگاه کنه، میتونه از لذت شهرنشینی مدرن برای تو بگه. کثیف هم هستا، پلید هم هستا، ولی در این حال در واقع میتونه به تو بگه چه امکانهای رهایی بخشی رو خود کلانشهر مدرن میتونه بهت ببخشه. واقعا من وقتی که ادبیات و سینما ایران در دهه 40 و 50 رو مرور میکنم، کمتر میتونم یه همچین لحظات رهایی بخشی رو در نسبت با کلانشهر مدرن پیدا کنم. و همین دلیلی که میگم بودلری در کار نیست. امروز هستا، امروز تا دلت بخواد روایت شفاهی داریم از آدما که دهه 40 و 50 داشتن پرسه میزدن، نمیدونم فلان جا پاتوقمون بوده، اونجا بودیم و غیره و غیره، ولی در خود زمان نمیتونی اینا رو پیدا بکنی. عملا بودلری در کار نیست، این با سرعت بسیار زیادی داره تغییر میکنه. نمود و به همین دلیل مفهوم ملجأ یا پناهگاه اینجا اهمیت پیدا میکنه. من میتونم با این جمله بحث رو تو این بخش تموم بکنم که تهران یا کلی‌تر شهر در سال 1357 پر از نوستالژی های ذهنی فردیه، یعنی انبوهی از نوستالژی های در واقع فردی که آدما در هیئت مقاومت، یاد، خاطره و گذشته برای خودشون باز تولید میکنن. در کنار این انبوه نوستالژی های فردی شخصی و یک نوستالژی آرمان شهری بسیار بسیار پررنگ، یک نوستالژی آرمان شهری که در واقع دستور کار ایدئولوژیک سالهای بعد قرار میگیره و قرار یک ایماژ، یک بهشت از دست رفته، یک آرمان شهر توحیدی رو محقق کنه. ولی گیر آرمان شهر توحیدی شبیه اغلب یا همه آرمان شهرها در تاریخ تکامل شهرها اینه که زیادی روی مفهوم ثبات یا تغییر ناپذیری زمان حساب باز کرده. فکر میکنه همیشه فرصت هست که اینو ایجاد بکنه. یکی از مدیران شهری یه مصاحبه‌ای کرد چندی پیش و
گفتش که من میدونم شهروندان که ما کم گذاشتیم برای شما، اون شهری که در واقع شایسته شما بود رو ایجاد نکردیم، ولی به ما هم در این حال حق بدید. بلافاصله بعد از اینکه انقلاب کردیم، حالا اون از تعبیر آرمان شهر توحیدی استفاده نکرد، گفت شهری مناسب و شایسته مؤمنین، از این تعبیر استفاده کرد. گفت ما بلافاصله بعد از اینکه انقلاب کردیم درگیر جنگ شدیم، بعد درگیر مصائب جنگ بودیم، بعدم درگیر تحریم شدیم، باید به ما زمان بدید تا ما بتونیم اینو بسازیم. هیچ 50 سال دیگه می‌خواست. آقای ابراهیمی، شما اگر بخواید در چند دقیقه دکترین این نویسنده رو توضیح بدید چی میتونید بگید؟ من فکر میکنم که آموزه نویسنده در واقع یه بخشش اینه که از خاطره نمیشه رها شد، و دو اینکه داره سعی میکنه که ارتباط صحیح با همون خاطره رو ایجاد کنه که طبق اون عنوان فرعی که هست خاطره به وارونه تاریخی تبدیل نشه. تو موقعی که همونجور که در اول صحبتام گفتم، وقتی که اون ارتباط صحیح ایجاد نمیشه یه وارونگی تاریخی رقم میخوره که باز اون رابطمون رو با اون چی که سابق بر ما وجود داشته خراب میکنه. من فکر میکنم که مدام داره در ساحت‌های مختلف از این شقوق مختلف وارونگی صحبت میکنه. من اینجا اگر که وقت داشته باشم که حرفامو در یه رو تموم کنم، یه مورد دیگه، چون من در نوبت قبلی راجع به این حرف زدم که یه غیریتی هست و این غیریت محصول جهان مدرنه و در کتاب بیشتر داره از ترس از زمان حرف میزنه و زمان البته یه عنصر اون غیریت هست، یعنی ولی کاملا نیست، مهمترین سویش نیست. مهمترین سویش اینه که اون یه چیز غیر از ماست و این ما رو میترسونه و این ترس محصول دوران مدرنه. یک نمونه دیگه که من فکر میکنم باز کتاب زدگی نویسنده است، اگر بیایم صفحه 37 اونجایی که داره در مورد آگوستین حرف میزنه، صحبتش اینه که آگوستین مسئله تجربه انسانی زمان را با بشارت الهی یا همون مژده رستگاری حل کرده. این کاملا غلط نیست، یعنی نصف جوابه رو داره تو خودش. اما چیزی که من از شهر خدای آگوستین خوندم و مطمئنم ازش اینه که آگوستین میگه اصلا زمان قابل تعریف نیست، زمان قابل توصیف نیست. موقعی که داره به مسئله زمان داره ارجاع میده، کاملا از این حرف میزنه که ما زمان رو به طور شهودی میفهمیم، ولی وقتی که میخوایم زمان رو تعریف کنیم هیچ گونه تعریفی انگار نیست، یعنی کاملا فهممون از زمان شهودیه. و اینکه آگوستین اون مسئله تجربه رو با مژده رستگاری حل کرده، یه ذره چون که اینجا ارجاع نیست، باز یعنی شماره صفحه‌ای نیست و متن خاص ارجاعی نیست، این یه ذره راستش شک منو ایجاد میکنه که این از چه منبعی اومده یا این از چه متنی اومده. اما نکته آخرم که اینو امیدوارم بتونم در 7-8 دقیقه چیز کنم، عرض کنم، تو صفحه 118 کتاب در مورد این صحبت کرده که نوستالژی هرگز چیزی نبوده جز نوعی آرمان شهر و هرگز چیزی نبوده جز خاطره ساختگی، چیزی که اصلا هرگز اصلا موجود نیست، اون خاطره کاملا ساختگیه. یه سوالی که خواننده میتونه ایجاد شه براش اینه که خب چرا آدم ها دنبال همچین خاطره ساختگی میرن، چه نیازی هست اصلا به این؟ جواب چند لایه‌ای به این سوال عرضه شده، این که چرا، چه نیازی هست به این نوستالژی تاریخی. یعنی صرف این که ما در یک وضع مشخص تاریخی احساس نارضایتی میکنیم، احساس خلأ میکنیم کافی نیست. گویی که ما انسان‌ها همیشه احساس میکنیم یه چیزی کمه، یه چیزی موجود نیست، یه چیزی مشکل داره، یه وضعی کامه، همیشه احساس خلأ رو داریم. تو فیلم نیمه شب در پاریس
هم این هست. ما احساس میکنیم یه عصر طلایی در یه زمانیه، تو خود اون زمان هم میبودیم احساس میکردیم نه یه زمانی غیر از اون هست عصر طلاییه. چرا آدم ها این احساس رو دارن؟ چرا آدم ها حس میکنن همیشه یه چیزی کمه؟ یه جواب الهیاتی به این سوال هست که در به اصطلاح ذیل الهیات مسیحی بهش اون جواب عرضه میکنن. اینه که اوریجینال سینی رخ داده، ما از اون به اصطلاح باغ عدن چیز شدیم، اخراج شدیم، به اصطلاح آدم و حوا اون چیزو کردن، اون کارو کردن، اوریجینال سین رقم خورده. ما که اومدیم به این دنیا از آزادیمون به اونجا سوء استفاده کردیم. هر شر طبیعی و انسانی هست نتیجه سوء استفاده ما از آزادیمونه. یعنی این جواب الهیات مسیحی به سوال از شره و این سوال که چرا اوضاع اینجوریه، چرا ما همیشه احساس میکنیم یک چیزی کمه. ولی این اصلا بحث محدود به الهیات نیست. اصلا در خود عالم فلسفه هم یه جوابی به این هست. توی افلاطون یه به اصطلاح اسطوره‌ای داره اینو چیز میکنه، عقلانی اسطوره‌ای، نه اسطوره‌ای کامل. اونجا میگه اون موقعی که زئوس به زیر دستاش گفت که برید به هر یک از این موجودات چیزی بگید، به اصطلاح به زنبور نیش دادن، به خرس چنگال دادن، چه میدونم چشم تیز سهم عقاب بود و چیزای دیگه. میگه هر امکان و ابزاری که بود به همه دادن. موقعی که نوبت به انسان رسید چیزی دیگه نبود. یعنی ما انسان ها یه چیزی کم داریم، یعنی اون ابزارمون که بخوایم با جهان سازگار بشیم، که بخوایم معنادار باشه هستیمون، راحت شه هستیمون، انگار ما یه چیزی کم داریم. اینو توی فلسفه سیاسی بهش میگن محافظه‌کاری فقدان. یعنی گویی همیشه یه چیزی کمه. اون به اصطلاح آتشی که میره از خدایان چیز میشه و بعد دوباره اون کارهایی که میکنن در اسطوره‌های یونانی، آتش جبران اون کم بوده، ولی کم بوده رو رفع نمیکنه، کم بوده رو حل نمیکنه. نکته بر سر اینه که گویی ما انسان‌ها جایابیمون در طبیعت، در جهان ناممکنه. ما متوجه نمیشیم که چرا اینجاییم، جامون کجاست، معنای هستیمون چیه. یک سویه به نظرم خیلی مهم از این نوستالژی و این خاطره ساختگی اینه که انسان همیشه احساس کمبود داره. توی فلسفه مثلا یه مثالی غیر از اینا، کانت وقتی از شر رادیکال حرف میزنه میگه انسان انگار یه مرگ و مریضی داره، انگار یه ذات خرابی داره، یه چیزی داره که هیچ وقت کاملا اخلاقی عمل نمیکنه. گویی هر چقدر عقل خرج کنیم و اخلاق خرج کنیم یک مشکلی وجود داره که اون مشکلی هیچ وقت حل نمیشه. ذات انسان هیچ وقت حل نمیشه به اصطلاح. حتی آیزای برلین یک کتاب داره به اسم سرشت سوگناک هستی. عنوان کتابه در واقع چوب کج بشره. چوب کج بشر رو من ترجمه کردم به ذات خراب انسان. چون چوب کج اینو فهوا رو منتقل نمی‌کنه. چوب کج یعنی انگار در ما یه چوب کجی وجود داره، انگار که در انسان‌ها یه مشکلی هست. و اصلا کل اندیشه سیاسی از همین حس کمبود داره. نقطه عظیمت کل اندیشه سیاسی همینه که انسان شروره. یعنی هابز و اشمیت و سایرین، کارل اشمیت یه حرفی میزنه، میگه اصلا اندیشمند سیاسی اصیل اندیشمندیه که نقطه عظیمتش اینه که انسان شروره. و اینکه انسان چرا شروره، باز همون جواب الهیاتی رو بهش دادن، جواب فلسفی رو بهش میدن، جواب به اصطلاح اسطوره‌ای رو بهش میدن. یک جایی که گویی انسان کمبود داره و مشکل داره همین خاطره لعنتیه. یعنی احساس میکنید یه گذشته‌ای بود، یک آدمی بود، یک چیزی بود، یک اتفاقی بود، خیلی خوب بود، ای کاش که اون اتفاق عبور ازش نمیشد و اونجا عالی بود. با اینکه ذهنه که ما رو فریب میده، یعنی
کاملا طبق چیزی که اینجا میگه و من کاملا اینجا با نویسنده موافقم، خاطره کاملا ساختگیه، یه وارونگی تاریخیه در سطح فردی، در سطح تاریخی، و به نظرم در واقع عمق قضیه اینه که انسان همیشه اون احساس کمبوده رو داره. یعنی ما انسان ها چون در طبیعت جایابی نمیشیم، مجبوریم به یه چه میدونم هخامنشیان چی بودن، یا مثلا عثمانی ها برای ترکیه یا چی بودن، یه عصر طلایی رو میسازیم و همه خوبی ها رو منتسب میکنیم به اون دوره، گویی که اون دوره کامل بوده، در حالی که اگر در همون دوره هم حضور می‌داشتیم باز می‌فهمیدیم که اونم کامل نیست. گویی این آخرین جملات هم. گویی انسان موجود سرگشته‌ایه که خاطره هم داره فریبش میده، خاطره هم داره سرش یه کلاهی میذاره که دورانی در یک ساحتی وجود داشته و از دست رفته، یا نه یه دورانی خواهد آمد که اون دوران دیگه همه خوبی ها رو خواهد داشت. این کلاهیه که خاطره سر ما میذاره، یا کلاهیه که در واقع به اصطلاح امید و انتظار سر ما میذاره. اگر که به یونانی ها رو رجوع کنیم، حرف اونا اینه که در زمانه‌ای که فورتونا یار ماست، مجبوریم که اون به اصطلاح خیلی تواضع بفرماییم، چون چرخ میچرخه و دوباره همه چیز نابود میشه. موقعی هم که فورتونا یار ما نیست، باید صبر کنیم چون باز این چرخ میچرخه، ولی هیچ وقت کامل نیست و هیچ وقت کامل نخواهد بود. این جوابیه که من به این سوال میدم که چه نیازی به این خاطره ساختگی هست اصلا. همین مثال. خیلی متشکرم. شما من اگه اجازه بدید اون مسیر 57 به بعد رو برم جلو، ببینم که کی دوباره به لاله‌زاره برمیگردیم و نوستالژی چجوری در واقع خودش رو دوباره باز تولید میکنه. این آرمان شهرها معمولاً اندیشه های آرمان شهری این گونه است که همونجوری که قبلتر گفتم خیلی روی ثبات، انجماد و تغییر ناپذیری زمان حساب میکنه. یعنی ایدهش اینه که آن چیزی که در سال 57 یا در سال 58 بیش و کم روش اتفاق نظر وجود داره، یا شمار زیادی از آدم ها با وعده ها و آرزوهای سهیم هستن، برابرتر بودن، عادلانه تر بودن، میدونی خدمات عمومی رایگان، از بین رفتن انحصار طبقاتی، وابستگی به غیر و هر وعده دیگه‌ای که این آرمان شهر میخواد بده در خودش. خب اوکی، ولی یه نکته‌ای وجود داره و اونم اینه که نمیتونی در واقع قمار بکنی یا حساب بکنی روی این که بی‌مرز و بی انتها آدما در واقع روی اینا میمونن، مردمان منظورمه، و این آرمان شهر توحیدی همیشه میتونه در واقع همون انرژی و نیرویی داشته باشه که در لحظه تولد خودش داره. اراده مردمان تغییر میکنه، افکار عمومی به مرور زمان تغییر میکنه و همه اینا به من یادآوری میکنه که زمان حرکت میکنه. این کتاب 4 تعریف از نوستالژی ارائه میده. تعریف 4 خیلی زیباست دیگه، دست کم من همیشه تعریف 4 که وقتی به نوستالژی فکر میکنم به من بهش فکر میکنم. تعریف 4 چیه؟ میگه اصلا نه مسئله بازگشت به وطن یا خانه است، نه مسئله درد دوری از وطن یا خانه است. مسئله اینه که در نهایت زمان تو رو شکست میده. به زبان ساده تو در نهایت پیر میشی و در نهایت تو در برابر گذر زمان چون شکست میخوری چاره‌ای نداری، تو حسرت میخوری در برابر روزهای رفته و شاید در واقع این حسرت رو سعی بکنی که بهش یه غلظتی هم بدی به واسطه در واقع یک، همونجوری که آقای ابراهیمی گفت، یک عصر طلایی که حالا چه در مقیاس عمومی یک قوم، یک ملت، چه در مقیاس در واقع شخصی تر، میدونی خانواده اون موقع که نمیدونم بابا بود، اون موقع که پدر بزرگ بود، حالا هیچ چیز دیگر هم به یاد نمیاری، یا مثلا خب اوکی سلسله مراتب بود، سرکوب بود، نمیدونم ممنوعیت بود، چیزهای دیگه هم بود دیگه. نه دیگه، تو فقط طعم خوش
سفره رو به یاد میاری، اون دوره همی رو به یاد میاری، تصویر گزینشی خودت رو در نهایت برمیداری، چون به حق هم داری، چون در نهایت زمان زورش بیشتره. من گاهی اوقات در واقع دلم میخواد همینجوری با نوستالژی هم همراه بشم، یعنی از یه برم فکر میکنم خیلی خوبه و یه جایی به ما کمک میکنه. یه پرانتز کوچولو میخوام باز کنم. یه جمله‌ای رو از یه آدمی که شاید بی ربط باشه به این جلسه آوردم. من این جمله رو اولین بار از اورسون ولز خوندم. اورسون ولز فیلمساز یه فیلم داره که به یه معنا خیلی فیلم نوستالژیکیه، اسمش هست آمبرسون های با شکوه. خیلی فیلم زیبایی، اگه ندیدید ببینید. بعد ولز توی مصاحبه یه جمله‌ای میگه که یادداشت کردمش، میگه حتی اگر چیزی به نام روزگار خوش گذشته اصلاً وجود نداشت، خود این که ما حتی اگر چیزی به نام روزگار خوش گذشته اصلاً وجود نداشت، خود این که ما توان تصور چنین جهانی را داریم تصدیقی است بر روح آدمی. این که تخیل ما میتواند روزگاری آزادتر و پربرکت‌تر را بسازد یا افسانه کند نشانه حماقت نیست. هر ملتی برای خودش درباره دوران طلایی و عصر معصومیت و سپید دمان دنیایش افسانه هایی میبافد. من فقط برای پرداختن به این افسانه هاست که به سراغ گذشته میروم. ایده ولز اینه که نوستالژی خیلی با تخیل، با خیال پردازی همراهه، با آرت، با خلق کردن، با پوئسیس، و میگه در واقع این نیرو زاینده است در نوستالژی. تو از این کمک میگیری. ببین، به چشم یک دستور کار ایدئولوژیک بهش نگاه نمیکنه. میگه این اونجاییه که تو میتونی خیال پردازی کنی، میدونی، یه گذشته متفاوت، یه دیروز متفاوت. و میگه من به شدت در واقع درگیر همینم که چجوری در واقع خیال یا قوه خیال پردازی آدمی میتونه از نوستالژی تغذیه بکنه و در واقع جهانهایی رو در ذهن تصور بکنه. ماجرایی در واقع شهر تهران و به طور کلی شهر در ایران هم از این جدا نیستش. شهر به مرور زمان در سالهای بعد از انقلاب نیازها و جهتگیری‌های تازه‌ای پیدا کردش. شاید براتون جالب باشه، بعد از در واقع حدوداً 16-17 سال به دست فراموشی سپردن آن چیزی که متعلق به گذشته شهرها و مشخصاً گذشته تهران بود، از اوایل دهه 70 به شکل نهادی سازمان‌هایی تأسیس شدن آقای دهباشی که مسئلهشون در واقع مراقبت از بافت‌های قدیمی و تاریخی بود. مثلا نمیدونم سازمان عمران و بهسازی شهری و مواردی در واقع از این دست. یه دفعه می‌بینی جنبه نهادی داره پیدا می‌کنه. می‌دونی بعد از اینکه شور رو پشت سر می‌ذاری، مصائب جنگ رو پشت سر می‌ذاری، آخرش که چی؟ بالاخره که باید در واقع نسبتی با این چیزا پیدا کنی. حالا اینو در نظر بگیرید، این حرفای من اگر در مورد اصفهان یا شیراز پیاده کنید ببینید چی میشه. دارم راجع به شهری صحبت می‌کنم که کلاً 200 سال عمر داشته، نه در واقع چند صد سال یا چند هزار سال، ولی اونم در نهایت با یه میراثی از گذشته‌اش طرفه که میگه من باید یه جوری بالاخره با این برخورد کنم، یه فکری باید براش بکنم. میخوام چیکار بکنم؟ این بالاخره این پوست نوشته یه ردی روش باقی مونده، ردی از گذشته، و من نمیتونم نسبت به این بی‌اعتنا باشم. و شاید اصلا اتفاقی نباشه از این لحاظ که به شما بگم که بعد از 16-17 سال فراموشی یه جایی به نام لاله‌زار که کلا نمیدونیم چه خبر بوده اونجا، در اواسط دهه 70 برای اولین بار یه طرح برای اونجا تهیه میشه. حالا باید طرح تهیه بکنیم برای مرمت این مکان‌ها، بناها، برای اینکه در واقع دوباره به گذشته پرداخت یا بهش یه نیروی دوباره‌ای رو تزریق کرد برای اینکه بتونه در حقیقت ادامه بده. و این ادامه پیدا میکنه در مورد سایر نقاط شهر. یعنی در حقیقت میتونیم اینو بگیم که سر و کله نوستالژی‌های تازه‌ای داره پدیدار میشه. دیگه در واقع نوستالژی 20 سال پیش جواب نمیده و حالا این نسل داره نوستالژی خودش رو پیدا میکنه. خطر میکنم و از این تعبیر استفاده میکنم، میتونیم بگیم که شهر انقلابی انگار داره کم کم نوستالژیک میشه. شهر انقلابی انگار در واقع دیگه فقط دستورالعمل یا مسئلهش فوتوریسم نیست که از قضا در واقع بیشتر گذشته است. این چیزی که در مورد تهران یا به طور کلی شهر در ایران داریم میگیم در مقیاس جهانی هم صدق میکنه. آندریاس هویسن یک کتاب خیلی ارزشمند داره که این نویسنده این کتاب هم یه جا به هویسن ارجاع میده وقتی سراغ برلین میره. اسم کتاب آندریاس هویسن هست
present pasts، گذشته های جاری، گذشته های در واقع حال. و ایده آندریاس هویسن تو اون کتاب اینه، میگه قرن 20 قرنی بود که با فوتوریسم آغاز شد، ساختن یه جهان تازه، انسان نوین، میدونی، و اعتقاد داره همه چیز از توی میاد دیگه، فاشیسم از توی همین بیرون میاد، میدونی، همش میخوای یه چیزی رو بسازی، میدونی، ما دنبال در واقع تعریف تازه‌ای از انسان میگردیم، از شهر میگردیم. در معماری هم اینو داریم، معماری مدرن دنبال اینه که شهر تازه، شهر نوعی رو در واقع خلق بکنه. آندریاس هویسن نکته جالبی میگه به هولوکاست که میرسی برمیگرده به خاطر همینه که دهه 80 و 90 میلادی دیگه دهه فوتوریسم نیست، دهه یاد بوده. حالا دهه اینه که باید 50 سال بعد از در واقع هولوکاست هی نمیدونم سالگرد بذاری، 50مین سالگرد فلان چیز، 40مین سالگرد فلان چیز، مجسمه بسازی، بنای یادبود بسازی، مانیومنت بسازی. و از این لحاظ در واقع وقتی ما به انتهای سده 20 میرسیم، آشکارا در واقع انتهای سده 20 نوستالژیک‌تر از ابتدای سده 20. اینو سوزان سانتاک هم توی جستار زیبایی تو اون کتاب درباره عکاسی این چاپ شده، میگه دوران ما عجیب دوران نوستالژیکی شده. فردریک جیمسون هم اینو به یه شکل دیگه‌ای صورت بندی میکنه، از حالت نوستالژی صحبت میکنه، این که انگار در واقع ما دوچار این حالت شدیم، کرخ شدیم، در نوستالژی غرق شدیم. این ویژگیه که به یه معنا شما در واقع در این شهر، در ایران و مشخصا در تهران هم میتونید پیدا بکنید. شهر انقلابی میبینی کم کم داره نوستالژیک میشه و دلش شروع میکنه تپیدن برای اون خطوط آسیب دیده و کم رنگ شده پوست نوشته خودش، اون چیزایی که در واقع بیش و کم داره از بین میره. و وقتی میگم شهر داره نوستالژیک میشه، دارم به یه چیز بیجان جان بخشی نمیکنم، مردمانش در واقع دارن نوستالژیک میشن. اوکی، آرمان شهر توحیدی که محقق نشد یا در واقع ساخته نشد یا اونجوری که در واقع وعده داده بودن، شاید باید به چیز دیگه ای فکر کرد. و این ایده وعده هم خیلی مهمه. خیلی ممنون. یه بخش درخشانی تو این کتاب هست، من جمله رو یادداشت کردم، هست که نوستالژی همیشه جذابه. بله، در هر شکلش، بله، منتهای عوض میشه سمت و سوش. یه جمله‌ای هست توی این کتاب خیلی دوست داشتم، بعد من متوجه شدم که به واسطه رفرنسش رفتم در بردم دیدم گاروچو راجع به این موضوع جداگونه هم حرف زده، چون به خودش رفرنس داده. حالا ایده‌ای که مطرح میکنه چیه؟ میگه هر شهر یک کلمه است و در پس هر کلمه وعده‌ای نهان است. اگر استعاره اورشلیم همچنان الگویی برای اندیشیدن به شهر و سکونت در آن است، معقول است که بپذیریم هر سرزمین و هر شهری رگه‌هایی از ارض موعود را در خود جا دادند. ایده نام هر شهر و وعده‌ای که در خودش داره و سرزمین موعودی که داره پیشنهاد میده. ولی تو میتونی یه جور دیگه هم به این ماجرا نگاه کنی، اینجوری نگاه کنی که پس اون کدوم سرزمینه که آرزوی بخش عمده‌ای از در واقع مردمانش رفتن از اون سرزمینه یا مهاجرت کردن به هر نحوی. شاید در واقع سرزمینیه که نه نامی داره، نه وعده‌ای داره و نه در واقع سرزمین موعودی. و این خیلی پارادوکسیکاله. 40 سال قبل داشته از سرزمین موعود حرف می‌زده و میگفته موعود کجاست؟ همین الان میخوام اینو محققش کنم. نتونسته بکنه. وعده‌ها در واقع تو خالی، وعده‌ها نقش برآب شده و در واقع در مقابل خودش 2-3 موج مقاومتی رو دیده. یکی کانالیزه شده در مسیر مهاجرت و دیگری در واقع در مسیر نوستالژی‌های تازه. نوستالژی‌های تازه‌ای که مردمی ترن، مدنی ترن، متعلق به خیابونن، متعلق به خود مردمانن. و این نوستالژی‌های تازه محرک روایت‌های تازه‌ای از گذشته بودن. روایت‌هایی که در قالب کتاب منتشر شدن، در قالب مجله. آقای دهباشی خیلی جالبه، دهه 90، دهه‌ای که سپری کردیم تا همین امروز، پر از مجلاتیه که ویژه‌نامه راجع به نقاط مختلف، یعنی نقاط قدیمی شهرهای ایران درآوردن. مثلا ویژه‌نامه بوشهر، ویژه‌نامه شیراز، ویژه‌نامه اودلاجان، نمیدونم ویژه‌نامه ایران شهر. آخه دیگه ایران شهر خدایی، ولی خیلی جالبه. یعنی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه بار یه مجله راجع به خیابون ایران شهر ویژه‌نامه در بیاره، ولی به نظر میرسه که هست. یعنی همه اینا رو در واقع داره در بر میگیره، لاله‌زار و غیره. این کانالیزه شده تو مسیر پادکست‌ها. مهمتر از همه اینا، یعنی شما هر کدوم از این پادکست‌ها رو که باز می‌کنید، یا یه مکان قدیمی از دست رفته، یا یک خواننده قدیمی از دست رفته، یه فیگور قدیمی، یه چیزی از گذشته است که در واقع نظر اینو جلب کرده.
البته خیلی گزینشی عمل میکنن. میخوام بگم میاد کتاب، مجله، پادکست، نشست، اما نکتهش اینه که خیلی راستی آزمایی هم نداره این روایت ها. یعنی گاهی اوقات در واقع تو با گذشته های خیالی هم طرف میشی. میدونی چون این ایده رو فراموش نکنیم. اینو ادوارد سعید میگه توی جستار خیلی معروفی. میگه ببین ما تو نقطه این جستاری که دارم میگم اون سال 2002 چند سال قبل از مرگش نوشته ما تو دورانی به سر میبریم که هیچ چیزی بهتر از گذشته به فروش نمیرسه. یعنی مهمترین کالایی که میتونی بفروشی پسته. گذشته رو بفروش، پولدار میشی با فروختن گذشته. دیدید دیگه الان مثلا چه مداد پاکن و نمیدونم پیت نفت و هر چیز داغونی از دهه 60 و تو یه جای عرضه کنی میفروشه. احتمالاً در واقع بالاترین چیزو داره. میگه گذشته فروختنی میشه. و وقتی در واقع گذشته رو میتونی بفروشی، بنابراین مسئله راستی آزمایی یا دقت یا سنجش یه چیز در واقع فرعی تر یا ثانویه تر محسوب میشه. چون نوستالژی وجود داره، چون این نیاز وجود داره. میدونی اوکی در اون شکل اصیلی که اورسون ولز ازش صحبت میکنم هست، امکان خیاله، امکان خلق کردنه، ولی از اون برم میتونه وارد منطقه بازار بشه. ما امروز در سینمای خودمون موجی از فیلم ها رو داریم که در حقیقت از ابتدای دهه 90 شروع کردن به ساختنشون تا همین در حقیقت اواخر، تا همین الان رو پرده سینما 2 از این فیلم ها داریم و در واقع به غیر مسئولانه ترین و منو ببخشید که این جمله رو میگم بی‌شرمانه ترین شکل ممکن ما دهه 60 برخورد میکنن. یعنی کلا یه جور ابژه لاستدن که فقط بخندیم، هیچ ردی از درد، اندوه، کاستی ها و تاب و توان و تاباوری مردمانی که در واقع اون روزها رو سپری کردن وجود نداره. نه ردی از پارودی، نه ردی از آیرونی، واقعا فقط همین مسخره کردن یه چیزی که گذشته بوده. مثلا ما به اپل بخندیم، به این مدل مویی که بالا میدن بخندیم، به صدای شهره بخندیم، به اون یکی بخندیم. یعنی در واقع یه همچین برخورد غیر مسئولانه‌ای با گذشته، چون گذشته فروختنیه. و فراموش نکنید داریم راجع به گذشته‌ای صحبت می‌کنیم، راجع به فیلمایی داریم صحبت می‌کنیم که چند ده میلیارد تومان هم می‌فروشن. یعنی اینا اصلا فیلم‌های ناموفقی هم نیستن. قشنگ ما با یک موج طرفیم، موج فیلم‌های در واقع بازگشت به دهه 60. میخوام بگم این به من یادآوری میکنه که راستی آزمایی و راستی سنجی خیلی مهمه. درسته میل روایتگری و نوستالژی میتونه فعال کنه، ولی خیلی مهمه که در واقع این روایتگری از بناها، رویدادها و داشته‌ها به چه صورت در واقع داره عمل میکنه. این یه جور کنجکاوی، اشتیاق و برنامه عمل رو میتونه دامن بزنه، مثلا در مرمت و پاسداشت از بناهای مختلف. از اون ور در واقع میتونه موجب یه جور ستایش از یه گذشته خیالی ناموجود بشه. من الان بحثمو در واقع تموم میکنم، ولی فراموش نکنیم همین موج نوستالژی و همین میل به روایتگریه که باعث میشه شما بتونید در شهری مثل تهران پارک قیطریه رو حفظ کنید. بهتون قول میدم اگر در دهه 70 شهرداری می‌خواستی همچین کاری رو بکنه، هیچ کس خبردار نمیشد. یه دونه در واقع مسجد دیگه، یه مسجد عموما زشت الان ساخته میشه دیگه، یه مسجد زشت دیگه هم گوشه قیطریه رفته بود بالا. این فقط در واقع میل روایتگری، چون الان خود قیطریه شده ابژه روایتگری. یعنی انقدر مهمه که تو میتونی روایتش کنی، بگی این چه اهمیتی داره. میخوام بگم دو لبه عمل میکنه. از یه ور یه گذشته فروختنیه که تو میتونی بی هر گونه دقتی باش مواجه بشی و از یه ور دیگه در واقع میتونه تو رو سوق بده به سمت اینکه دفاع بکنی از چیزی که در واقع متعلق به گذشته است. من بحثمو در واقع تموم میکنم با این جمله که اون میخواست در واقع در آینده یک فوتوریسم توحیدی رو محقق کنه. ما الان همون آینده ایم، ما در واقع همونجا قرار گرفتیم و خیلی پارادوکسیکاله که به اون فوتوریسم توحیدی بگیم که در واقع اصلی ترین یا پربسامد ترین، رایج ترین گرایشی که امروز در ما وجود داره اینه که یک آرمان شهر، تعبیر کتاب شما الهامتی، یک آرمان شهر رتروسپکتیو پس نگرانه‌ای رو میخوایم ایجاد بکنیم یا عموم دوست دارن ایجاد بکنن که از قضا قرار مشحون از المان‌های نوستالژیکی باشه که اون آرمان شهر توحیدی قرار کنار بذاره. و این اصلا در واقع یه چیز سوبژکتیو نمیدونم نیست. این اصلا در واقع یه چیز نادقیق نیست. فقط کافیه شما تو همین مرکز شهر تهران قدم بزنید، به دکوراسیون کافه ها نگاه بکنید، به الماناشون نگاه کنید، به سبکشون نگاه کنید، سبک غذاها، منویی که میبندن، سبک معماری،
به رنگ‌ها نگاه کنید، به موسیقی که داره پخش میشه نگاه کنید تا ببینید که در واقع زمان ما هم دوباره یک در واقع رانه نوستالژیکی رو در خودش پدید آورده که این بار در واقع قرار از چیزهایی تغذیه بکنه که قرار بود در اون آرمان شهر توحیدی برای همیشه کنار گذاشته بشه. ما در عصر یک آرمان شهر پسنگرانه معطوف به سالهای قبل از 57 داریم به سر میبریم. مرسی. البته که حدس می‌زنم که منطقاً هم دوست داریم که جلسه درباره کتاب صحبت بشه و ما معمولاً بین 1 تا 1.5 سال با هر کتابی هممون زندگی می‌کنیم و اونقدر درباره مطالب کتاب حرف زده میشه و خیلیش قوام پیدا می‌کنه. یکی از مسائلی که تو این کتاب مطرح کرده نویسنده و ما تو کتاب‌های قبلی هم باهاش برخورد کرده بودیم، بحث بازی گفتمان قدرت در شکل دادن به نوستالژی های فردی و جمعی در بستر مورد نظر خودشه. من میخوام از خانم شوشتری‌زاده چون بارها ما این بحث رو هم کردیم و قشنگ برای خودمون دست و پای سر جاشه و قرار میفته اشاره‌ای به اون بکنم، چون حیف در جلسه‌ای که درباره این کتاب صحبت شده یکی از در واقع میشه گفت موتیف‌های اصلی کتابه که خیلی هم ما نمیتونیم ملاحظات اجتماعی و ملاحظات خط مشی‌های سیاسی و فرهنگ‌سازی‌ها، یعنی سیاست و فرهنگ‌سازی کشورها و دوره‌های زمانی مختلف رو خیلی ساده لوحانه کنار بذاریم و فقط حالا فضای فلسفی یا فضای خوشحالم از این وضعیت دوگانه که احتمالاً غیر از آن بقیه هم احساسش کردن. من چون با شناخت پیشینه‌ای که از هر دو بزرگوار داشتم حدس می‌زدم این اتفاق بیفته که گویی اصلا از 2 تا موضوع مختلف درباره این کتاب این به نظرم یه حسن انتخاب کتاب توسط خانم شوشتری‌زاده بوده که کتابی انتخاب شده که بستر بحث‌های مختلف رو در مقابل ما باز می‌کنه. ولی واقعا یکی از محورهای اصلی کتاب اینه که الان یک اشاره کوتاه کردم و دلم می‌خواد خود خانم شوشتری‌زاده دربارش صحبت من می‌خوام ما توی بحثمون همیشه میگه خاطره و حافظه یکی از مضامینیه که ما به خاطر حالا حوزه کارمون خیلی باهاش سر و کار داریم و اینکه حافظه جمعی، خاطره جمعی، فراموشی جمعی چطور اتفاق میفته. چون وقتی با جمع سر و کار داریم یه جاهایی در واقع بیشتر جاها نمیشه گفت که این فراموشیه یا به یادآوریه داره خودانگیخته و توی بر اساس کار سیستم عصبی در واقع اتفاق میفته. یک سری بدبستان‌ها و یک سری گفتمان‌هایی در کار هستند که بخشی از گذشته برای ما پررنگ میشه، اهمیت پیدا میکنه، ارزش به یاد سپاری پیدا میکنه. بخشی از گذشته کاملا فراموش میشه و مسکوت میمونه و بخش‌های از گذشته رو یک جور دیگه‌ای بازنمایی میکنیم. توی همه این حرفایی که درباره خاطره جمعی، فراموشی جمعی، نوستالژی میزنیم، این گفتمان، تاثیر گفتمان قدرت، تاثیر نیروهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کلانتری که وجود داره رو باید در نظر بگیریم و هیچ وقت نباید این بحثا رو توی خلأ در واقع تصور کرد. همیشه باید یادمون باشه که گاهی به نفع یک جریانه که یک شکل خاصی از گذشته یادآوری بشه یا نشه، گاهی به نفع بازاره، به نفع صنعتیه که داره از اون گذشته پول در میاره که شکل خاصی از گذشته باز تولید بشه یا نشه و گاهی این اتفاق محصول واکنش جمعی ماست به اون اتفاقهای ناخوشایندی که داره میفته و ما به گذشته پناه میبریم برای اینکه این اتفاقهای الان رو تحمل بکنیم. همه اینا رو باید در کنار هم گذاشت و هیچ وقت نباید اون عوامل بیرونی و کلانتر رو نادیده گرفت و فراموش کرد. من چون خیلی وقتمونم کمه خیلی جمع و جور صحبت میکنم، فقط دوست دارم تو این جلسه بخوام از همتون که کتاب رو بخونید، درباره‌اش فکر بکنید و درباره مواجهه با گذشته کمی دقیق‌تر و با ظرافت بیشتری تصمیم بگیرید. سوال بعدی. خب هر ساعت که ما وقتمون هم تموم شده
همزمان با این نویسنده ای بسا سالهای دیرتر یه روشنفکر ایرانی مسائل رو دیده مطرح کرد. البته آقای شایگان این مقاله رو به فرانسه نوشت، بعد آقای منافزاده در 1990 ترجمه کرد. در جستجوی فضاهای گم شده بین تهران، بین اصفهان، پاریس و لس آنجلس بحثی میکنه رو این مسئله و خب طبیعی است که مسئله عثمان و بودلر رو همه اینا مطرح میشه و چند مقاله دیگه‌ای که بعداً نوشت شد یک کتاب شد و دلم میخواد اونا رو هم بخونید. نه اینکه این نویسنده مهم نباشه، نویسنده مهم نیست، ترجمه هم زحمت کشیدن، ولی ما ببینیم که در حال یه روشنفکر ایرانی هم 20 سال پیش 30 سال پیش ذهن مشغول همین مسائلی بوده که این نویسنده و بسیاری از نویسندگان دیگه در سطح جهان بودن. شاید خوندن اون مقالات به ویژه که یک پاش نویسنده در ایرانه و اصلا میگه آمدم که اینا رو ببینم و چند مسئله رو با هم بررسی میکنه مفید باشه براتون. اونایی که دوست دارن این مقاله رو بخونن بگن من حداقل این مقاله رو PDF رو اجازه دارم که در اختیار همه بذارم، بقیه‌اش رو میتونن برن در کتاب بخونن. خیلی متشکریم از نشر اطراف که همیشه هر کتابی که منتشر کرده بلا استثناء پاسخ به یک ضرورت فکری، ادبی، فلسفی در جامعه ما بوده و خب ما عادت به گفتگو که نداریم. وقتی یه موضوع میشه انبوه مسائل مختلف برای ما پیش میاد تو ذهنمون و همش رو هم دنبال پاسخش هستیم و یه بخشی از این پاسخ‌ها رو هم با خوندن بیشتر، یعنی این 3 ساعت در روزی که با موبایل سر کله میزنیم رو رعایت بکنیم، نیم ساعت بقیه‌اش رو دست ببریم به سراغ کتاب و این همه کتاب‌های ادبیات سیاسی ترجمه شده فوق‌العاده است. هیچ جای دنیا در از این 20 سال اینقدر ادبیات سیاسی ترجمه نشده. ما ادبیات داستانی، ادبیات شعر، ادبیات هنرهای تجسمی و نقد هنرهای اینقدر پیشرفتی نداشتیم، علی‌رغم اینکه کارهای خیلی مهمی به خصوص زنان شاعر و داستان نویس ما منتشر کردن، ولی حوزه ترجمه ادبیات سیاسی ما فوق‌العاده است. همچنان که چند تا از اینا که اومدن ایران مقدار توجه و سوالاتی که ازشون میشد گفتن، اسمشون یادم رفت، متفکر آلمانی که مثلا در آلمان اینقدر آدم جمع نمیشن، ولی یا پل ریکور که اومده بود ایران، اینا خب چاپ شده باید بخونیم و خوندن اینا خیلی به ما کمک میکنه که وارد حوزه جهانی اندیشیدن بشیم و بتونیم این مفاهیم رو بررسی بکنیم. در مورد توانایی‌های شبکه‌های مجازی دیگه من کسی نیستم که بگم انقلت بذارم توش، اما در اینجا همه چی فرق میکنه. در این میهن به قول آقای قائد آریای اسلامی این نیست که کاربرد حتما اونی که میخواد. در مورد مسجد قیطریه اتفاقا چون من در جریانش بودم، اینجا گاهی یه آدمی پیدا میشه توی اداره‌ای میاد کتاب تو رو از کاملا غیر قابل انتشار در میاره و میگه که آقا منتشر کنید. در اون ماجرا هم 2 نفر آدم بودن که متوجه این امر شدن، مطرح هم نیست اسمشون، رفتن وایستادن، رفتن تا یه جاهایی و تونستن این کار رو لغوش بکنن. انکار شبکه مجازی نمی‌کنن، ولی میگم اینجا یه سرزمینی است که یه دفعه شما در یه اداره مثلا بدنام یا هر چی، یه دفعه این یه آدمی پیدا میشه دلسوز فرهنگ، دلسوز ایران، عاشق ایران و پا میشه میره یه کاری رو به ثمر میرسونه. همچنان که مثلا شما امکان مثلا داشته باشه توی جایی شغلت یه کاری باشه، جلوی یه پروژه ضد شهری رو مثلا بگیری، همزمان هم حالا شبکه‌ها دارن کارشون رو میکنن، ولی وجود انسان‌های ایران دوست، فرهنگ دوست، طرفدار شهر که در این جاها هستن واقعا همیشه من شاهد بودم. در خیلی از بالاخره ما نزدیک 1000 چند شب برگزار کردیم، درگیر بودیم با خیلی جاها. بالاخره یه آدمی پیدا میشه میفهمه که آقا این کار چیه و این امید ماست در بین نسلی که الان آمدن و اون نسل گذشته‌ای که
ایشون اشاره کرد که اصلا انهدام کامل چیز بود وجود داره و حالا ممکنه که به طور جدی این کارا رو نتونن پیش ببرن، ولی همین که ایدهش رو دارن، این ایده منتشر میشه تو جامعه، خیلی حائز اهمیت است. دلم میخواد که این کتاب رو حتما همه دوستان امروز تهیه کنن و بخونن و ما یه جلسه دیگه دوباره بذاریم درباره کتاب، چون امشب نشد ما درباره کتاب بحث بکنیم، چون خیلی موضوعات جالبی داره که دو تن از عزیزان اشاراتی در نقد و تایید و انتقاد ازش کردن و به جام بود، ولی باز هنوز کتاب باز نشده، به نظر من کامل باز نشده و راجبش این ضرورت هست که جلسه دیگه یا جای دیگه هر جای دیگه باز بذاریم کتاب رو با یه جلسه ختم نکنیم. پس دوستانی که تو این جلسه حضور دارن و این کتاب رو نخوندن الان تهیه کنن، چاپ بعدی این 3 برابر قیمت خواهد. فقط بگم آن ارز نیمایی از رو کاغذ برداشته شده، الان هر کی پرچی پول داره ولی کتاب بخره، چون کتابی که قانون بخوان دفعه دیگه چاپ بکنن نمیدونم بندی چند صد هزار تومان باید بدن، چون دیگه تموم شد کاغذه. مهم کامنتاریشون نه میگم هر کی پول داره بده، همه هر چی کتاب میتونه دپو کنه جمع کنه نگه داره، چون چاپ بعدی این حتما 3 برابر میشه، چون ارز نیمایی که دولت وفاق اعلام کرد که ارز نیمایی از کتاب برداشته شده. بریم خودتون فکر واردات باشین. حالا کتاب هم که خب بیان خانم مجبورن کاغذ بخرن، منتها دیگه قیمت این نیست. اونایی که دوست دارن دارن این روزا هر چی پول دارن کتاب بخرن. خیلی متشکرم. از کی برداشتن؟ ارز نیمایی